ما کوشش میکنیم که در کانال مذکور کتاب من و پول رو که مؤلفش سید مراد دولتوف می باشد با شما همچون در شکل اودیویی پیشکش شما نماییم. قسم های آن را با ترتیب ما انشاءالله در آینده یک تا میگذاریم. شما تنها به کانال ما ابونه شوید و لایک را فراموش نکنید. پیش از اون که شنیدن این کتاب را آغاز میکنید بکوشید تا یک چند لحظه تمامی تشویش های زندگی را فراموش کنید و خود را برای جدی گوش کردن آماده سازید و سراول به خود سوال دهید که شما در حقیقت میخواهید شخصی ثروتمند شوید. اگر شما تنها برای درآمد زیاد گرفتن این کتاب را خواندن خواهید پس این کتاب برای شما نیست. لیکن اگر شما آرزوهای بزرگ داشته باشید، اگر شما عمیق دانید که برای چی کوشش میکنید، اگر شما دیده و دانسته تصمیمتان را گرفتید و خودتان را برای باعث شدن ارزاندن حساب دیدید پس به شما راه سفید. من بسیار وقت آدم‌های را میخوردم که میگفتند باعث شدن میخواهند و حتی آنهایی را که میگفتند الکی باعث شدند. بعضا آدم‌های را میخوردم که چنین میحسابیدند و آنها پول بسیار لازم نیست چون که نه این مهم است. و باز هستند آدم‌هایی که میگفتند اگر من میخواستم الکی بای میشدم. لیکن کم آدم‌های را میخوردم که در حقیقت برای بای شدن تیار باشند. بعد از خواندن این کتاب برای شما دو انتخاب هست. یکم تصمیم بگیرید و عمل بکنید. دوم یگان کار نکنید و آن طوری که بود همان طور گذارید. حتی با گوش کردن این کتاب شما حتما بای نمیشوید، اما با فکر من شما خود را نمیبخشید اگر این دانش‌های گرفتن را استفاده نبرید. اگر انسان نداند و نکند این یکی است، ولی اگر داند و نکند این تماما دیگر است. سراول کوشش کنید که به سوال آدم باید که جواب بگیرید. چقدر جواب‌ها پیدا میشوند. مقصدناک، حل کننده، خواهشمندی که پول بسیار دارد یا مهارت پول کارکنی دارد. اما این از جواب اساسی که شما باید در خاطر داشته باشید. آدمی بای این آدمی است که پول برای او کار میکند، نه وی برای پول. بار دیگر تکرار میکنم، آدمی بای این آدمی است که پول برای او کار میکند، نه وی برای پول. این معین کنی را باید فهمید، قبول کرد و در خاطر نگاه داشت. اکنون بیایید کوشش میکنیم که نقش حیات آدم بای را تصور کنیم، یا بهترش کوشش میکنیم که خود را آدمی بای تصور کنیم و به این سوال جواب دهیم. من چی کار میکردم اگر پول بسیار میداشتم؟ برای اینکه تصورات شما خطای ریالی پیدا کنند باید یک ورق را بگیریم و در 8 دقیقه همه خواهشاتتان را که شما میخواستید عملیشان نویسید. اگر شما بای باشید تصور کنید شما چنان پول بسیار دارید که مقدارش الکی برایتان معنا ندارد. باید دم نگرفته نویسید. خواهشمندانه روشکه را از ورق نگرفته همش را با ترتیب نویسید. لحظه فرا میرسد که شما از نوشتن باز میستید و دم میگیرید. این معنای آن را دارد که شما آن چیزهای را نوشتید که برای شما در عین حال نمیرسند، اما اینها آرزو نه، مقصد هم نه. اینها تنها نرسیدن چیزی است برایتان و تنها پس از توقف شما به نوشتن مقصدهای اساسی که شما میخواستید برسید آغاز میکنید. آن وقت آرزوها خطهای ریالی پیدا میکنند. در این وقت سرجمعی را فراموش نکنید. خود را آدمی موفق و خوشبخت حس کنید و بنویسید. نوشتن را که تمام کردید شمارید که چند صحیفه شد. 1، 2، 3. شخصا من 12 صحیفه نوشته بودم و استاد من گفت که مرا آموزش دادن نمیخواهد چون که من آرزو نداشتم، حالا که من چنین میحسابیدم که خیلی بسیار نوشتم. اکنون کوشش کنید که در جای آرامی سراسیمه نشده و چقدر فکر کرده نویسید. وقتی که شما فکرانی و عقلانی میکنید این مثل سیاحت به جنگل است. یک مرتبه میروید و شما یگان پای نمیگذارید. بعد از 2-3 مرتبه رفتن پیها نمایان میشوند. با وجود این آنها با گذشت وقت تازه میشوند. وقتی که 10 مرتبه میگذرید پیراها پیدا میشود. آن چیزی که شما حالا فکرانی و تصور میکنید این فقط قدم های اولین است. شما تنها ساختن پیراه را
به سوی بایگری آغاز میکنید. اما این را از جهت علمی فهمیدن ممکن است. معاینه سر ما از 36 میلیارد نیرون عبارت است. هر یک نیرون با یک عمل معین یا فهمی جواب میدهد. اگر شما کلمه خانه را شنوید، خانه خودتان را تصور میکنید. اگر خانه سرخ خوانید، محض خانه سرخ را تصور میکنید. در تصورات شما این ممکن خانه از خشت‌های سرخ باشد. در این حالت نیرونی که برای کلمه سرخ جواب میدهد با نیرونی که برای کلمه خانه جواب میدهد پیوست میشود. اگر شما این پیوست شوی را بسیار تکرار کنید، پیوست شوی استواری ترافرید نیرون ها ساخته میشود. بار دیگر حتی با شنیدن کلمه نو، کلمه خانه، شما محض خانه سرخ را تصور میکنید. تخمینا همین طور چارچوبه های استریئوتیپ های رفتار و متد های استانداردی فکرانی ساخته می شود. بنابر همین اگر شما خود را آدمی ثروتمند تصور کنید، مثل آدمی ثروتمند سخنرانی کنید، مثل آدمی ثروتمند رفتار کنید، آن وقت آهسته آهسته مثل آدمی ثروتمند فکر کردن را آغاز میکنید. و این خیلی مهم است برای اینکه در آنها نمودی مخصوصی فهمیش موجود